هنوز معلوم نیست که اکسیز تا چه حد بالا برده می شود. در این مورد یک گروه ویژه‌ای کاری تصمیم میگیرد که از جانب وزارت رشد اقتصاد تشکیل شده است. مقامات تندرستی میگویند با علاوه اکسیز از همه قوطی ارزان سیگار بیش از 50 سنت نرخ خواهد داشت. حالا این گونه قوطی سیگار را با 30 سنت خریدن ممکن است. پزشکان میگویند اکسیز تا آخر سال علاوه خواهد شد. تاجیکستان سال 2017 هم اکسیز را نسبت به محصولات تنباکو 3 برابر بالا برد، اما بنا به آمارها با گذشت 2 سال از این اقدام شماره سیگارکشان در کشور کم نشد. حالا نیز هر نفر پنجم در تاجیکستان سیگاری است. منع ترغیب تنباکو و استعمال آن در جایهای جمعیتی هم کمک نکرد، اما به قول متخصصان تاثیر کم نباید برای بالا بردن نرخ و مبارزه با تنباکو کشی مانع شود. نتیجه دیر و یا زود به دست می آید. نباید به مردم امکان فراوان خریداری سیگار را داد. دسترس بودن سیگار در همه جا نادرست است. اگر شما سیگار را نبینید، خریدن آن را هم فراموش میکنید. این یکی از راه‌هایی است که باید از آن استفاده کرد. بعداً مسئله نرخ است. اگر سیگار گران باشد، شخصی سیگاری آن را با مقدار زیاد نمیخرد. آنها کوشش خواهند کرد که سیگارهای خریدهشان را برای دراز مدت استفاده کنند. بر علاوه سازمان جهانی تندرستی میگوید ترغیبات ضرر سیگار را بیشتر و آمار را درباره بیماری‌هایی که سیگار کشی به آن باعث شده است عمومی نمود. به قول وزارت تندرستی تقریبا همه روزه ساکنان گرفتار به بیماری‌های شش به بیمارستان مراجعت می‌کنند. بیماری مزمن شش اکثرا در آنهای پیدا می‌شود که سال‌های دراز سیگار می‌کشند. نشانه‌های اولی آن نفس تنگی است. این بیماران بی‌نهایت وزنینند. همچنین تصمیم شد که مسئله استحصال ناس جدی گرفته شود. بیش از 80% تنباکوکش‌ها ناس را استفاده می‌کنند. هرچند در قانونگذاری ناس همچون محصولات تنباکو اعتراف گردیده است، ولی انداز از استحصال و فروش آن همچون از محصولات غذایی گرفته می شود. فعلا برای ناس پتنت علایده وجود ندارد. آنها پتنت را همچون برای فروش محصولات خوراکواری میگیرند و در بخش خصوصی میفروشند. تا آخر همین سال ناس از روی خط محصولات عضوقواری خارج و معیارهای قطعی استحصالی جاری کرده می شود. استحصال کنندگان ناس باید اجازتنامه مخصوص بگیرند، اندازها و اکسیز را سپارند و برای تفتیش منتظم نمایندگان مرکز سانیتری و اپیدمیولوژی آماده باشند.